بعضی ها با سخنان خود مثل تیر دلها را سوراخ کرده بعد تنها یک کلمه میگویند: میبخشید. آیا حقیقتا میتوانی یک دلی شکسته را با یک کلمه شفا بخشید؟ فراموش نکنیم که نه هر یک میبخشید گفتنها شفا میبخشد و نه هر یک اشتباه را میتوان جبران کرد. بعضا ما به اندیشه قضاوت میکنیم، به اندیشه سخن میگوییم، اما این به اندیشگی ها میتوانند سرنوشت یک انسان را دگر کنند. وقتی که کسی با یک سخن بیرحمانه شأن و شرف دیگری را پخش میکند، آنگاه دیگر عذر نه سبکی میبخشد نه آرامی. چی خوب میشد پیش از آن که سخن گوییم بیاندیشیم که زبان بی استخوان و فکر بی پایان است و پیش از آن که عذر پرسیم دیگران را نرنجانیم، زیرا بعضی آسیب‌ها را نمیتوان شفا داد، نه با کلمه نه با افسوس خوردن ها. پس مواظب گفته هایمان باشیم. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.